با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمانی استاد ساتیم اولوغزاده زیستند، البته از خود اولاد باقی گذاشتند. پس امروز اولاد آن اولاد که هایند؟ مگر نه مردمانی اند که امروز در این سرزمین زندگانی می کنند؟ الله اعلم. بدون شک مردمان این سرزمین اولاد همان نیاگانند، نیاگانی که میهن خیش را عزیز می داشته، در دفاع از آن و بهداشت آن جان خود را دریغ نمی کرده، برای آسودگی و بهروزی هم میهنان خیش می کوشیدند و به همین مقصد رسم و آیین‌های نیک نهادند. پس آیا رواست که ما امروز آن نیاگان خیش را بددین و بدکیش خوانیم و لعنتشان فرستیم و به فراموشی سپاریم؟ مگر این بی‌ذاتی و بدگوهری نمی شود؟ از بین جماعت نداها بلند شدند: می شود. نیاگان را با نیکی باید یاد کرد و بزرگ باید داشت. این گناه نیست، عین ثواب است. حقیقتاً پیرم، معذرت می خواهم،
نیاگانی بزرگ اگرچه کیشی دیگر داشتند، زیرا پیش از ظهور اسلام زیستند، یاد آنها را نکو داشتن مگر کاری خیر نیست، گناه است. آوازی بلند برآورد مفتی سابق لشکر محمد لشکری از بین معتبران که در دو پهلوی شیخ صف کشیده بودند. همان محمد لشکری همسال و دوست قرین فردوسی که در وقتش یکی از تشویق کنندگان شاعر به نظم شاهنامه بوده، منصوره این کتاب نهایت کمیاب را از کجای پیدا کرده آورده به وی تقدیم نموده بود. فردوسی به دوست خود با نظری سپاس و منتداری نگاه کرد. همدیاران فردوسی هم مانند وی اعتقاد داشتند به اینکه همه قهرمانان داستانها نه فقط آنهایی که تاریخی می باشند، بلکه آنهایی هم که ما اساطیری و افسانویشان می شماریم در قدیم زیستند و حتی دیو و اژدرها نیز موجود بود و با مردمان هر رنگ مناسبتی داشتند. فردوسی از نداهای هواخواهانه‌ای از جماعت بلند شده دلش قوت گرفته باز به شیخ رو آورد. شما حضرت به پرسش بنده جواب ندادید. شیخ بزرگ به جای جوابی پرسش شاعر با آواز قهرآلود به جماعت چنین خطاب کرد: هیچ یک جمعیت مردم از جاهلان خالی نیست. من از بین شما آواز جاهلان را می شنوم. من از صاحبان این آوازها می پرسم: شما که ها را بزرگ داشتن و به نیکی یاد کردن می خواهید؟ مجوسان را، آتش پرستان را، مانند مهراب کابولی، ضحاک نژادان را؟ آنها همه مشرکانی کافر پیشه بودند، منکرانی توحید بودند. کرامت کردید حضرت، آنها نه خدای یگانه را می شناختند، نه رسول و نه کتاب او را. سوی شیخ تعظیم کرده علاوه نمود امام شادابی: رسول خدا و کتاب او را نمی شناختند؟ همین طور فرمودید جناب آخوند؟ گشته پرسید فردوسی. بله، فوراً جواب داد آخوند شادابی و به مردمان عالم بودن خود را نشان دادنی شده از قرآن آیتی را درباره آن که در قیامت کافران در آتش دوزخ می سوزند خواند. آیا این آیت همچنین در حق نیاگانی دوری ما که بنده از آنها در شاهنامه نام بردم گفته شده است؟ باز سوال داد فردوسی. البته، گفت آخوند و باز فضل فروشانه افزود: جای کفاری علیه اللعنه نار جهنم است. یعنی آن نیاگان هم به دوزخ می روند؟ بدون شک. به کدام دلیل؟ من قرآن را بارها خواندم، می دانم در وی درباره دوزخی بودن مردمانی در جاهلیت زیسته آیتی نیست. در کتب اهل حدیث و علمای کبار به این نکته اشارت هست. در کدام کتاب؟ کدام از اهل حدیث یا از علمای کبار به این نکته اشارت کرده است؟ بجوید بخوانید میابید. درماندگی آخوند در جواب سؤال عیان بود. بنده به عربی و فارسی کتاب‌های اهل حدیث و دیگر علمای کبار را خواندم، ولی در هیچ یکی از آن کتاب‌ها اشارتی را که شما میگویید ندیدم. حضرت، باز به شیخ مراجعت کرد فردوسی: آیا شما گفته جناب آخوند را درباره دوزخی بودن مردمی در جاهلیت زیسته تصدیق می کنید؟
آخوند خود از زمره علمایند، ندانسته نمی گویند، جواب داد شیخ. فردوسی بلند خندید. شیخ ابوالقاسم و دیگران با نظری تعجب به وی نگریستند. اجازه فرمایید حضرت، بنده 2 نکته را عرض کنم، گفت فردوسی. اولا شما جنابی آخوند، اینچنین معذرت می خواهم شما هم حضرت، با کدام عقل مردمانی را که 1000-2000 سال پیش از پیغمبری ما زیستند به نشناختنی او و کتابی او گنهگار می کنید؟ به ندانستنی توحید که تعلیم پیغمبری آخر زمانی ما می باشد گنهگار می کنید؟ اگر شما آن اولاد خودتان را که 1000 سال بعد از سری شما به دنیا خواهند آمد پیشکی شناخته می توانستید، نیاگانی دوری ما هم پیغمبری ما را شناخته و از کتابی وی آگاه بوده می توانستند. از بین جماعت خنده و جا جا قهقه بلند شد. ثانیاً گفته سخنش را دوام داد فردوسی، شما جنابی آخوند اگر تنها به من بهتان می زدید باکی نبود، ولی شما به خداوند هم بهتان زدید. مگر خداوند مردمانی را که نه با عیبی خودشان از اسلام بی خبر بودند، زیرا صدها قرن پیش از اسلام زیستند، مگر خداوند آن بی گناهان را به دوزخ می فرستد؟ حضرت جنابی آخوند چونین بی خیردی و ظالمی را به خداوندی بخشاینده مهربان نسبت دادن. در اینجا شیخ ابوالقاسم دست افشانده با آوازی بلندی غضب‌آلود بس است گویان سخن شاعر را قطع کرد. این چی گفتاری شنیع است که می شنوم؟ مریدان و دیگر مخلصان شیخ یک باره غوغا برداشتند. خاموش باش، اراس می زدند آنها به طرف فردوسی. بدعت گفتی، بی ایمان، عاصی شدی، توبه کن، به حضرت شیخ بزرگوار بی حرمتی کردی، دور شو. دیگر مردمانی از جماعت که دوست و هواخواه شاعر بودند به غوغاگرانی متعصب اعتراض و آنها را خاموش کردنی می شدند، ولی آنها خاموش نشده به شور و بلوا شاعر را هر نوع دشنام و تحقیر و حتی حرکتی به وی هجوم کردن می نمودند. اگر در این اثنا از طرف کوچه ناگهان غلاغوله و تپر تپری سمی اسپان بلند نمی شد و جوانمردی تازان واردی صحن مسجد شده، لشکر آمد، سپهسالار آمد، گویان فریاد نمی کشید، فردوسی شاید دوچاری هجومی مریدان شیخ می گردید. جماعت به جنبش آمده زود پراکنده شد. بزرگان به استقبال نایب خراسانی پادشاه سامانی، دیگران به تماشای ورود لشکری او شتافتند. فردوسی با همراهی محمد لشکری، ابودلف و یک چند دوستان دیگرش از صحن مسجد برآمده قد خیابان به طرف ریگستان میدانی پیش قلعه روان شدند. فوج فوج سواران نیزدار با کوچه کلان آمده به سوی ریگستان می رفتند. هر دو بری کوچه از تماشاگران پر بود. از بالای قلعه بانگی نقاره و کرنیها بلند گردید. از قفای فوج نیزدار یک توده سواران جوشن و میسکلاه پوش با شاف و شمشیرهای زرین قبضی مرصع
به جواهراتی سرخ و سبز، اسپانی با جول و صقری پوش‌های گرانبها در هر قطار 4 نفری صف بسته حرکت می کردند. پیشاپیش این توده در مابین 2 سوار که ظاهراً سران لشکر بودند، مردی تنومندی مغول سیما و تنکریش، کلاه خودی طلارنگ بر سر، قبای سرخ زردوزی به تن، افزان اسبی سفیدش از دیگران با شکوهتر و نظررباتر، با وقار و حشمت می آمد. او والی و سپهسالار خراسان ابو علی سیمجوری بود. از قفای توده فوجهای کمان و کمانداران، 6 پرداران اسب می راندند. از همه عقیب یک دسته سربازان با یوزهای زنجیربند و سگها و شاهین و بازهای شکاری می آمدند. عیان بود که سپهسالار از شکارگاه راست به طوس آمده است. در کوچه دراز تا جایی که چشم می رسید، گردی غلیظی پیچان به هوا می خزید. کلاه خودهای میسین، نوگی فولادین نیزه ها، رکاب اسب ها در شعاع آفتاب می درخشیدند. با نمودار شدن سپهسالار، مهران حاکم با یک گروه منصبدارانش پیاده سوی او دویده او را با تعظیم و تواضع پیشواز گرفتند. مهران دستی والی را به 2 دستش گرفته بوسید، دامن قبایش را به چشمش مالید. 2000 لشکری سواره در ریگستان رو به طرف قلعه به چندین قطار ایستاده صف کشید. سپهسالار با مقربانش سواره پیش یک چند منصبداران پیاده از قفا به درون قلعه راه گرفتند. وقتی که سواران به دروازه قلعه رسیدند، وکیل مالیات با 2 ملازمش خلطه های نیمه پور به دست پیدا شده به راه سپهسالار تنگه ها پاشیدند. والی برای چی آمده باشد؟ مانندی دیگر همه تماشاگران به دلش می گفت فردوسی. و آن هم یک باره از شکار با این قدر لشکر. این طور ناگهان آمدنی وی البته بی سبب نیست. باید حادثه روی دهد. پس از آن که ریگستان از ازدحام خلق خالی تر شد، فردوسی با محمد لشکری خیرباد کرده همراه ابودلف به منزل او روان گردید. در آنجا وی اسبش را مانده آمده بود. آن را سوار شده با مشایعت راوی راه دهه خود را پیش گرفت. چهارشنبه در طوس روزی بازاری کلان بود. در میدان پیش قلعه ازدحام مردمان جمع شده غوغا انداخته طلب می کردند که والی عرض آنها را شنود. از دست حاکم ظالم داد می گفتند، فریاد می کشیدند که خراج فوق العاده ناحق و خلاف شریعت است و نایب پادشاه باید آن را بیکار کند. ابو علی سیمجوری در ایوان بالای قلعه با یک توده مقربانش نشسته ازدحامی پرشور و غوغا را نظاره می نمود. دروازه بلند آهنکوب قلعه باز شده، از وی یک دسته نوکران یک بندی نیم برهنه دست به پشت بسته را برآوردند. ازدحام خلق در آن بندی مهران حاکم را شناخته، چی بودنی واقعه را نفهمیده یک بار خاموش گردید. یک منصبدار ناشناس که ظاهراً از نزدیکان ابو علی سیمجوری بود، به بالای صوفه سنگی پیش دروازه برآمده با آواز بلند خلایق گویان به ازدحام مراجعت کرد. این آدم را دیدید؟ بندی را انگشت نما کرد.
این مهران است که تا امروز حاکم شما بود. او به شمایان بسیار ظلم و به خزینه دولت خیانت کرده است. از والا حضرت نایب پادشاه به عزل و حبس او فرمان صادر شد. ظالم و خائن به زندان انداخته می شود. سپهسالاری عادلی فقرا پرور را دعا کنید. از ازدحام، هیاهوی شادی، نداهای آفرین و تحسین به عنوان واری و لعنت و نفرین به نام مهران بندی بلند گردید. چون اندکی خاموشی برقرار گشت، منصبدار خطابتش را دوام داده و به بندی اشاره کرده گفت: این ملعون خراج فوق العاده را بر رعیتها خودسرانه از غیر فرمان والا حضرت نایب پادشاه انداخته بوده است. با فرمان عالی از همین روز این خراج بیکار کرده می شود. از ازدحام، غلغله شادی و دعای و ستایش والی خراسان باز بلندتر گشت. به ابو علی دوراندیش همین در کار بود. اهالی او را دوست داشته باشند تا که هرگاه او علم اسیان برافرازد او را هواداری نماید. او فرصتی مساعد می پایید تا که خراسان را از دولت سامانیان جدا کرده خودش امیری با استقلال شود. گمانی عبدالقادر مهران درباره همین گونه نیت نهانی داشتنی سپهسالار بیجا نبود. اسیان الپتگین سرلشکر و امارت خود را پایدار کردن او در غزنی، امارتی که اکنون بر تخت آن دامادش سبکتگین نشسته است، اینچنین از دولت سامانی قریب جدا شده یا خود حرکتی جداشوی داشتنی خوارزم، اسفجاب، چغانیان، سیستان نیز وسوسه استقلال خواهی ابو علی را قوت میداد. اینک سپهسالار با حله اول مهران را به ستانیدن خراج فوق العاده واداشت و اکنون آن خراج را بخشیده در وقت اسیان آینده به خودش یاری توسیان را تأمین کرد. وی مصادره گنج نهانی مهران را از خلق پنهان داشت. از مصادره قریب 1 میلیون درم و دینار و دیگر زرینه و سیمینه فراوانی به دست آورده بود. او در واقع به مثلی هم لعل به دست آید و هم یار نرنجد عمل کرده، هم خزینه‌اش را پور و هم خلق خراج گذار را از خودش ممنون ساخت. 200-300 هزار دیرم به عنوان پرداخت خراج بناحق ستانیده شده به اهالی برگردانده شود، هم باز پول و مال فراوانی در اختیار او باقی می ماند. مهران به زندان انداخته شد. ابو علی پس از نظاره شادمانی مردمان در ریگستان و شنیدن دعاهای خیر و مدح و ثناهای آنان به عنوان خودش، با همراهی مقربانش ایوانی بالای قلعه را ترک کرده به بارگاه گذشت. در آنجا با تنتنه درباره تعیین کردن حسین قتیب نام درباره نیشاپوریش به حکومت توس به جای مهران معزول زندانی فرمان خود را اعلان کرده به حاکم نو خلعتی فاخیره پوشانید. شبی گرفتن ماه.
هر حال پیشامدهای ناخوش پسی سر شدند، گرچندی که تلخی آنها در دل شاعر باقی ماند. آنها او را مدتی از شغل شاعریش باز داشتند. اکنون وی از نو در شغل خود غرق شد. روزان و شبان در حجره خود از سر کتاب و قلم و کاغذ برنمی خواست. فقط گاه گاه برآمده برای دفع خستگی به ساحل کشفرود می فرامد و ساعتی در ساحل آن گردش می کرد و باز به کارخانه خود برمی گشت. در عالم اخبار و روایت‌های باستانی سیر می نمود. از آنها برای خود محیطی ساخته بود که غم و تشویش‌های این جهان به آن محیط نمی غنجید. هرگاه که به حجره خود در آمده سری میزی تحریرش می نشست، تشویش‌های زندگی را در پس در می گذاشت. معنی و مقصد حیاتش، موجودیتش را در شاه کتاب آینده خود می دید. عزم و جزم آن داشت که جهانی عجمی کیها فوتیده را زنده گرداند و هم زبانی مادریش را چنان قوت و پایندگی بخشد که تا ابد هیچ یک قوه‌ای بیرونه به وی فتور رسانده نتواند. این کاری خود را بزرگ و مقدس می دانست و حاضر بود که تمام عمر، تمام نیروی تن و روح، تمام خرد و دانش و ذکاوتش را فدای آن سازد. از خدایش چندان مهلتی زندگی می خواست که تواند کاری بزرگی پیش گرفته‌اش را به انجام رساند. همی خواهم از داوری کردگار، که چندان امان یابم از روزگار. کز این نامور نامه باستان، بمانم به گیتی یکی داستان. که هر کس که اندر سخن داد، ز من جز به نیکی نیارد به یاد. داستانی اسفندیاری رویین تن را به قلم گرفته بود. در اول کار به دشواری پیش می رفت. مگر از واقعه های ناخوشی که به او روی داده بودند، خیرگی طبعش هنوز تماما رفع نشده بود که سخنانی مناسب به زودی یافته و بیتها به دلخواه او بسته نمی گردیدند. شاعر دلتنگ می شد. از دریچه فروغ زرینی ماهی پور به حجره می تافت. شما گفتار ششم را از روی رمن استاد ساتیم اولوزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.